سلام بچه ها، من رقیه‌ام و به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز اومدم با آموزش یک کاور هایلایت مینیمال و جذاب و اینکه فقط کافیه شما تکنیکاشو یاد بگیرین دیگه. به سلیقه خودتون میتونین رنگ، لایت ها و المانو تغییر بدین. فقط قبل از آموزش ممنون میشم که از کانال من حمایت کنین. نظراتتون رو حتما برام بنویسین تا بتونم آموزش‌های بیشتر و کاربردی تری براتون آماده کنم. وارد برنامه پیکسارت میشیم. نسخه کرک شده این برنامه رو من داخل کانال تلگرام براتون قرار دادم. از قسمت پالت رنگی وارد شو و این قسمت شیشه‌ای رو انتخاب کن تا یه صفحه PNG داشته باشی. اسکرول کن به سمت راست، بیا از قسمت شیپ یه دایره ایجاد کن. سایزش رو خیلی بزرگ نکن، این سایز خوبه. بیا از قسمت کالر رنگش رو به سلیقه خودت انتخاب کن. من کلا عشق رنگ بنفش رو دارم. حالا من میام این یاسی رو انتخاب میکنم و تیک رو میزنم. دوباره اسکرول میکنم به سمت راست، میام از قسمت شیپ ماسک وارد میشم. حالا میام از قسمت بیجی باتن یه عکسی که مد نظرم تو کاور هایلایت باشه تو این قسمت وارد میکنم. من این پروانه ها رو دوست داشتم اضافه کردم و خیلی جذابم میشه. فقط این که دورش اعمال شده، من میخوام داخل کاور هایلایتم اون عکس پروانه ها باشه و دورش خالی باشه. میام قسمت اینورت رو میزنم و به همین راحتی اعمال شد. میتونم پررنگ ترش کنم، کم رنگ ترش کنم. بذاریم ببینم. نه، همون قسمت نرمالش خوبه. یه مقدار پررنگ ترش میکنم و تیک رو میزنم. خب حالا میام از قسمت دوباره شیپ یه شیپ دایره ایجاد میکنم، همون سایز قبلی. میام از قسمت کالر این قسمت شیشه ای رو میزنم تا رنگش کاملا از بین بره و میام از قسمت بوردر یه رنگ براش انتخاب میکنم. بوردر یعنی یه حاشیه براش انتخاب میکنم. من رنگ سفید کلا به این کاور هایلایت هم میخوره و شدتش رو کم میکنم. هر چقدر نازکتر باشه جذابیت خودشو داره. حتما یه جوری کنین که دور این پروانه ها رو بگیره. تقریبا خوبه و تیک رو میزنم. حالا میام از قسمت استیکر وارد میشم و میام این بالا سرچ میکنم لایت. یه مقدار اسکرول میکنم به سمت پایین. میخوام یه لایتی هم بهش اضافه کنم تا درخششی و جذابیت خودش رو داشته باشه. این لایت قرمز خوبه. فقط این که الان شاید تو ذهنتون بگی این که کلا تفاوت رنگ داره، اصلا مشکلی نداره. بیا از قسمت ادجاست وارد شو، هیو رو بزن و رنگش رو تغییر بده. ببین هر رنگی که من بخوام میتونم اینجا اعمال کنم. من میام رنگ خودش یعنی بنفش رو انتخاب میکنم، تیک رو میزنم، یکم سایزش رو بزرگتر میکنم، میذارمش این گوشه. میام از قسمت بلند روی حالت اسکرین دارکن. بچه‌ها ببینید نگاه کن، تدوین این شکلی نیست یا طراحی یک کاور هایلایت که من بیام بگم قطعا همون اسکرین رو انتخاب کنین، قطعا همون طراحی انتخاب کن. خودتون باید دونه دونه اینا رو امتحان کنین ببینین کدوم جذابه. مثلا اسکرین خوبه، مولتی پلی نه، دارکن نه، لایتن بذار ببینم بد نیست. اینم اوورلی هم بد نیست. آره خوبه. این گوشه قرارش میدم. فقط اگه توجه کنیم میبینین که این لایت از این دایره زده بیرون. این بالا یه پاک کنه. من این پاک کن رو ور میدارم و مجدد دوباره پاک کن رو میزنم. یه مقدار سایزش رو بزرگتر میکنم، اوپاسیتیش رو کمتر میکنم و این دور میکشم. به همین راحتی تیک رو میزنم. دوباره میتونم از این لایت روی این قسمت بچه این بالا میبینین وقتی روش من کلیک میکنم لایه هامو به هم نشون میده. من اگه روی همون قسمت لایت بزنم یه دابلیکیت داره، دابلیکیت رو بزنم کپی شد از این قسمت. پس من میام روی این کپی میزنم و این کپی رو میارم پایین، یه مقدار میچرخونمش، کوچیکترش میکنم. گفتم همه اینا سلیقه‌ایه. مثلا من دوست ندارم دیگه مثل اون خیلی بزرگ باشه، دوست دارم یه قسمت پروانه مثلا این پایینش این شکلی باشه. این قسمت رو انتخاب میکنم. حتی میتونم بیام از قسمت بلندینگ، از قسمت بلند روی حالت اسکرینم، آره روی حالت اسکرین قرارش بدم. یکم بچرخونینش. حتی میتونین با تکون دادن اینا میبینین زاویه هاشو تغییر بدین، بزرگترش کنین و این مد نظرمه. حالا میاین از قسمت پینترست هر
معذرت میخوام، هر المانی که میخواین رو انتخاب میکنین. میان از قسمت سرچ، اگه میبینین انگلیسی خوبی ندارین، مثلا انگلیسیتون خوب نیست، فقط کافیه که از این قسمت گوگل وارد بشین، قسمت ترنسلیت رو بزنین. اینجا مثلا من زدم لوگوی خدمات، این رو از این قسمت کپی، ببینیم بغل صوت یه قسمت داره، من روش کلیک کنم کپیه، میام از این قسمت کمک میگیرم و روی این قسمت سرچ پینترست میزنم. وقتی سرچ انگلیسی باشه خیلی راحت تر میاد بالا، خیلی جذاب تر میاد بالا. میبینین مثلا لوکیشن اومد واسم. شما باید سرچر خیلی قوی باشین، مدام سرچ کنین، مدام بگردین تا بتونین اون چیزی که میخواین رو بهش برسین. حالا من قبلا این المانی که میخواستم رو دانلود کردم. میام بچه وارد برنامه پیکسارت میشم، از قسمت اد فوتو وارد میشم و هر المانی که خواستم میتونم اینجا پیدا کنم. من مثلا همین لوکیشن رو انتخاب میکنم. لوکیشنی که انتخاب کنم کافیه فقط اد رو بزنم. مسئله اینه که الان این بک‌گراند داره، شما فقط کافیه که ریموو بیجی رو بزنین، دوباره ریموو کنه بک‌گراندش رو، همون قسمت رو بزنین، یکم صبر کنین و درن تموم شد دیگه. بقیه طراحی بچه‌ها به سلیقه خودتونه. شما میتونین بیاین حتی یه لایت دیگه انتخاب کنین، روی این قسمت سفید بذارین، یکم درخششش بیشتر بشه. میتونین یکم اینجا رو تکون بدین که این لوکیشن یکم پهن‌تر بشه. میتونین المان ساده انتخاب کنین، میتونین همین المان رو انتخاب کنین، یا بیاین از قسمت بلند روی حالت‌های مختلف قرار بدین که اصلا معلوم نیست. میبینین همین قسمت نرمالش از همه بهتره و تمام.